فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. برادر یا خواهرمون سه شماره اخیرشون 938 از ارومیه پرسیدن که انسان بعد از مرگ به چه سنی میرسه؟ شاید منظورشون در بهشت باشه یا در دوزخ. بعضی از علما میگن 14 سالگی، بعضی میگن 33 سالگی. کدام صحیح هست؟ اون چیزی که مسلم هست انسان بعد از وفات به صورت جوان هست که به اصطلاح این حالتی، یعنی زندگی آخرت با زندگی دنیا قابل مقایسه نیست. این عوارضی که این در عوارض به اصطلاح جسمانی یا عوارض روحی روانی که به انسان دست میدهد در دنیا، این عوارض را در روز قیامت و در بهشت انسان نخواهد داشت. و این یک نوع تکریم هست و یک نوع در واقع تقدیری هست از جانب الله متعال برای انسانهای مؤمن و پرهیزگار. و یک روایت جالبی هست درباره شوخی‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک پیرزنی اومد در محضر ایشان، در اگر اشتباه نکنم راوی در منزل حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که پیرزال‌ها به بهشت نمی‌روند. پیرزال به بهشت راه نداره. اون بنده خدا متوجه یعنی اصل قضیه نبود، بسیار ناراحت و افسرده شد و بعد از این حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها متوجه شد که این بنده خدا ناراحت است و اینو منعکس کرد به رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله فرمودند که بله واقعیت داره، پیرزال به بهشت نمیره، منتها جوان میشن به بهشت میرن. یعنی در زندگی آخرت انسان ها به بهترین و کاملترین دوران جوانی و زندگی خودشون، این یک امر مسلم هست. اما درباره یعنی تعیین کردن عمر که دقیقاً چه سالی هست، من حقیقتش یعنی این 14 سالگی رو من تا حالا نشنیدم، منتها در روایتی که در سنن ابن ماجه و یا سنن ابو داود هست، روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که انسان ها به بهترین وجه، به بهترین شکل و قیافه به بهشت میروند در میان سن 30 سالگی و 33 سالگی. در این روایت اومده که 30 سالگی یا 33 سالگی و گمان کنم که این حدیث رو علامه ناصرالدین آلبانی رحمت الله علیه هم تصحیح کرده باشم. از بنابراین به صورت جوان میروند و در این روایت هم اومده که بین 30 سالگی و 33 سالگی. اما روایت 14 سالگی رو من سراغ ندارم.